پادشاه از یک عالم پرسان کرد، گفت ما چرا در زندگی خوش هستیم و از مرگ می ترسیم؟ گفت شما زندگی دنیایتان آباد کردین و آخرتتان ویران کردین. کی خوش است که از آباده به ویرانه بره؟ و مؤمن حقیقی این دنیای خدا ویران میکنه و آخرت خدا آباد میکنه. الله متعال ما و شما را از جمله کسایی بگردانه که از ویرانه دنیا به آبادی آخرت بریم و روزی که از دنیا میریم و روز خوشی ما باشن. بلال رضی الله عنه وقتی که وفات میکرد خانمش گفت که وا مصیبت ها. گفت وا مصیبت. او برش گفت که نگو وا مصیبت ها. در وقتی که نزدیک جان کندنش است گفت بگو وا فرحتا، وا خوشی. چرا؟ گفت غدا سألقی حبیبی محمدا. سبا که از دنیا میرم با حبیب اصلی خود که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم با امرای از ملاقات میکنم.